توی این قسمت اسم فامیل بازی میکنیم. با این تفاوت که شرکت کننده ها حق ندارن چیزی بنویسن، باید جواب هر کدوم از دستبندی ها رو نقاشی کنن. 2 1 ف تمومه؟ تمومه بس. اسم فریدون فربه مثلا. درست حدس فریدون همیشه اون شکلی. دقیقا چرا؟ بلم رو اسم زندانه. چرا؟ فرجان چی؟ فرجان بچه اساسی ما الان از روی بفرمیم چیه؟ موشه؟ فاطمه چادر سرشه؟ خیلی دیگه اسم سامان چیه؟ فردوسی؟ خب شهر فارس تو زنم بود که باید بگیم استان. البته اون شهر هم میشه دیگه خودموش دیگه کرم شما شهر شما چیه؟ بارون داره میگه ابره شفت شفت دیگه بعدی که کلوچه فومنه فومنه خب این چیه؟ فیروزکوه مثلا این همه جا تعطیله بشه فیروز کشور محتضا فنلانده ما که نداری همچنان فرانسه و فرانسه خب اشیا اشیا فرش درسته منم فرش اشیا شما چی؟ فلوته؟ فلوت فرش فر مثلا مایکروفر خوراکی فالوده نداشت که فالوده بیشم نفر بعدی فالوده نفر بعدی فالوده و نفر بعدی فالوده همه فالوده همه مثل جونی فرمی همه توشه هست سفره بندی دلشون نمیاد کسی متفاوت استفاده شده همه یه جا رفته خب حیوان فیل و فوق رنگ فلفلی معامل حدس هست چیه؟ فیروز از انگوش داره اندوه سعی کردم بکشم من دو آره موش بنده ساعتش مصمونه ساعت فیروزه رنگ واسه شما چیه؟ سنگ فیروزه است پنج واسه شما رنگ چیه؟ انگوشت فیروزیش یکی انگوش نکشید یکی ساعت چی؟ سنگ هست 3 2 1 میبره رحم نمیکنه مرتضی یونس یونس دیگه توی سر پا مایستاد رو نامدتون ناز داره داره نماز کشیدن یالا من نوشته یلا سوره یاسین بعد پایینیش چیه؟ ته چای آها چه جالب یالا باز دوباره پنج شهر اول کشور یزدیه یزده الله کجا فهمده که این؟ کوچه فومن به عنوان یزد نه دیگه درست دیگه این کیک یزدی رو قسمت بالا داره میبینه آخه چه خود نقطه داره کشمش توش کشمشایی که توشه دیگه من میپذیرم اینم چیه؟ هم گز کشه اوکی خب گز واسه کدوم شهر؟ گز اصفهان یزد
یزدی میمیرن. ما در هر صورت یزده دیگه حالا کنیم. همه یزدن میدونم که یزدن. ما یزده Yes. کشور یونانه. نه بله. از پرچم باشیم چی بود؟ خواهیه بوده این هنوز توی فیلم فاطمه اونده بود. فاطمه بود سفر. خب اون اولی یمنه. که فلسطینه اصلا باز برم نه مهم اینه که یمنی ها پرچم فلسطین رو دارن. پایین پایین کدوست؟ یونان آورتا یونان بود. نه تو این هم باز همون یمنی ها ولی پرچم برعکس گرفتن. پرچم یونان ها این هم با پرچم بقیه بازی میکنن. بازم یونانه؟ بالا کشتی و اینا داره آره دیگه اون دارم میزنن یمن آفر دارم میزنه کشتی ها رو یمنش باز قبول کرد اصلا تو کل دنیا یه دونه کشوری که برای کشتی میکنه آره نگاه کن اینجوری دارن بازی دارن میکنن. 20 اگر یکی مثلا یونان زد میگه که نه من یمن زده بودم. اگر بعد یمن زد میگه نه من یونان زده بودم. ولی دست آخر رو جوری اعظم اومده. باید پس بکشه. یو الان یکی دیگه یویو کشیده یه چیز دیگه هم کشیده. بعد میگه من یویو بابا، نکردم. چی؟ یخچال. یخچال نه چی درش رو بزرگتر شاید در نصف یخ. آره؟ یه دنش بسته یخمکه. این یخ. اشیا یخ یخ اشیا یخه هست مردنیه دیگه. یخ شکن هم میتونه یه کارایی داره با یخ میکنه آه چیزه خب همبوره یخ بردار چی؟ چی بهش میگن اونا؟ خوراکی نه یکی دیگه یخ یخ من که خوراکی چی بود؟ یه مثلا بالایی چیه؟ میوه کم خورده است نه آقا این یخدر بهش ناشی یخم بهشت بالتر بود نه لیوانه دیگه تو لیوان زد یخ اون بالا میوه رو خورد کرده حاجت دولار یه میوه دیگه حاجت خب بعدی چی؟ این کجایی؟ چی خوراکی؟ خوراکی کیکش میگه کیکی هست. سمیه کیکی از یزده کیکی یزدی هم نه نه بابا کیکه دیگه کیکه. خوراکی چیه؟ یونجه؟ اونجا خوراکی این علاماته که پایین اون گامه بشکرچم زرا داریم برای حیوان یابو خوشحالم تشخیص میدم. زیاد دیدیم از اینا ندیم جای سوال حیوان یوز پلنگ نه حقیقت یوز پلنگ این دیگه یوز پرنگه قبلی هم و یوز پلنگ رنگ یخی بعد اون کوهستان یخزده شده در نظر میگیره قطبی بوده یخی برف یخ یاسه بله میگم یاقوته. این زده که اون کی اگه یاس کشید بگه که من یاقوت شده بودم کسیه یخی 5 10 خیلی دوستان تلاش که کنم در شکر نیازو توضیح نداشته بود. 3 2 1 ری اولی چیه؟ رخصلیه چیکار کنه دیگه دیگه غیر مستقیم دیگه به ذهنم رسید. رامینه مینه قشنگ گفتم مینه نیست
میلین چه ما نمیدن کش بشیم پرچه هم بودم نمیزید یا رونالدو من نمیشنم یادم نمیشه یادشتم. دوباره رونالدو نه رهای یه وقت سنستین قشنگ رضای شاچراغ روشن رشت بانیه رودبارم دونست چیه؟ روده کلش رشت برج ساز یه سطحی چیز مثلا میکشیدی زیتون میکشیدی ماهی نداره چیه؟ پول با ماهی کشور روسیه جنگ زیاد نه اسکندر صابونی روس خیلی حافظی سیفی داری پایکی دارم به ترتیب اعتماد پیش می نوشتم گلادیاتور رو کشید روم منظورته. روم. نه آقا اصلا پرچم اصلا هزار تا کشور میتونه تو غالب بگنجا پشم میکشه ایران میتونه تو بگنجه آلمانی میتونه بگنجه آلمانی که پس اون بلغارستان معلوم سفیدش کجا هست بقیه مثلا یه خطی رنگی چیزی یه حوزه کشورهایی که اینجوری خواستن یه دور کشور اینجوری روم سقط افقی خدای دیگه من این صفر. روسیه که نداره. خب شما چی بودی؟ روسیه هستی؟ باز روسیه چند تا روسیه؟ تو سه تا روسیه هست دیگه واقعا اگه اینم روسیه هست نه اون اما تو خدا باش معلومه. خدا از این باشه یه نفر تا صفر شده. نه ما اصلا شد کشیدم من چی بهش میگم من دیگه نمیتونم حرف بزنم من میکشم ریسمان رادیو بعدی پایینی چیه؟ دنده رنده خب داشتیو شما چیه؟ ریسمان؟ ریسمان دار ریسمان شما چرا با همچین نماری این نمارهای مختلف برای ریسمان ریسمان پیاز سفید میکنم میترسه دلم این از دیگه از ریسمان آویزان دیگه همه با بترسن چیکار با اون کردن که اولین چیز ریسمانی رسید نوش بکردم طرف با طرف ریسمان کارم ما شاول رو میگه خوراکی رشته پلوه سعی کردیم این صندلی دستی بریم رشته پلوه پلوش هم رشته آش آش رشته آش مثل یزدی که یک واقعا روغن ریزی داره چی روغنیزی داره؟ نمیدونم چی یاتامانه حداقل دو یاتامان با ره روغن شیه مگه؟ رشته اون پانش پول راکیا روغن اون اولی رشته هاش بود راست حیوان راستو حالا با این قدر دقت و فلان اینا خب این همون حیوان مالا این دایم ما دفعه قبلی حیوان نبود اما راست این داشت گرد بود داشت تیزه روبا 4 تا پا بکشید این هم چیه این روباه؟ نه راسو رو آن بالایش راستوی بالایش رو باره خب در اصلا پنجره با کی پنجره بشه مثلا بعد چی راستو بالایش رو باره با پایینش روباه یا نه راستو خب پایین راستو خب بالای راستوی
یه معنی راکن نمیشه نه راکن یه روباه داشتیم راکن داشت سه تا میشه راکن میتونست بشه. راکن واقعا سرویس. آره. راکن آره یه حیوانی بود که اسمشو نمیدونست ولی تو احتمالا بقیه بازی میکنه. بالاخره حیوانی پیدا میشه حالا چیکار یه چیز میکشن میفته. بده. این با کی بند؟ حرکت با صفر با آخرش باشه. خب بازی رنگ میکنه. روزی چیه؟ خونه. رد رد میشه. یکی هم اما دیگه راه آره راه را نه، نه، رنگ نه. هر راه نداریم. راه نمیشه. پیراهنه که از رنگ‌های مختلف راه خونه رنگ دافتر. و آخری هم روز که فقط امتیازهای جمع بزنم. خب امتیازها رو میخونیم. آقای مرتضی 235 امتیاز، آقای سهرابی 185 امتیاز، جناب آقای عبادی 250 امتیاز و آقای سامان 295 امتیاز. برنده بازی آقای سامان. چطور ممکنه؟ نوع نقاشی هم باید در نظر بگیریم دیگه. یعنی اونی که مثلا کیفیتی رو در نظر گرفته. الان 3 نفر که یکی از بودن یه نفر بادگیر بود اون یه ستاره جلوش این هم خودش تفاوت ایجاد می‌کنه.